بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز. تشکر می کنم از فراهم آورندگان این مراسم خوب. حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن میپردازند. من از همه دستاندرکاران تشکر میکنم، از قراء محترم تشکر میکنم، از این کسانی که امروز برنامه اجرا کردن تشکر میکنم. امیدواریم که خداوند ما رو اهل قرآن قرار بده. باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است. از زوجات مکرمه پیغمبر نقل شده است که درباره اخلاق پیغمبر اینجور گفتن: کان خلقه القرآن. اخلاق پیغمبر قرآن بود. یعنی پیغمبر قرآن مجسم بود. این لازمه. رفتار ما، اخلاق ما، تخلق شخصی ما بر طبق قرآن باشد. این لازمه. تلاوت مقدمه این است. فقط هم این نیست. علاوه بر شکلگیری شخصی بر طبق قرآن، جامعه ما و محیط زندگی ما هم باید قرآنی بشود. نگذاریم جاهلیت خود را بر جوامع ما و بر زندگی ما تحمیل کند که کرده است. امروز دنیای اسلام در چنبره فشار نظام‌های جاهلی رنج میبرد و درد میکشد. امروز دنیای اسلام دچار ضعف است، دچار فقر است، دچار اختلاف است، دچار جنگ‌های داخلی است، دچار مصرف کردن منابع و نیروهای عظیم درونی خود علیه خود است. این رو تحمیل کردند بر دنیای اسلام. قرآن میخواهد ما را از فشار این تحمیل ها خارج کنه. باید به اینجا برسیم. قرآن رو فرا بگیریم، با قرآن انس بگیریم، در مقابل قرآن
تسلیم باشیم، برای حرکت به سمت اهداف قرآنی عزم و اراده به خرج بدیم. اون وقت میتوانیم اگر یک قدم جلو بریم، خدای متعال به ما نیروی مضاعف میبخشد. این اون چیزی است که امروز ملت‌های مسلمان باید این رو بفهمن، باید این رو درک کنن. یک قدم برداریم، تجربه کنیم. ما تجربه کردیم، ما ملت ایران تجربه کردیم. در مقابل دشمنان اسلام و دشمنان قرآن تسلیم نشدیم، مقاومت کردیم. خدا به ما نیرو داد. هرچه بیشتر مقاومت کردیم، نیروی ما بیشتر شد، توانایی‌های ما بیشتر شد، امید ما به آینده بیشتر شد. این همون نسخه علاج دنیای اسلامه. یکی از چیزهایی که دشمنان اسلام در درون امت اسلامی اون رو دنبال کردن، همیشه امروز هم با شدت دنبال میکنن، عبارت است از ایجاد اختلاف. جلو اینو باید گرفت. هر حنجره‌ای که در جهت اختلاف حرف بزند بلندگوی دشمن است، چه خودش بدانه چه ندانه. مراقب باشیم حنجره ما بلندگوی دشمنان اسلام و قرآن نشود، فریاد اختلاف سر ندهد. اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، اختلاف عرب و عجم، اختلاف کشورهای گوناگون، اختلاف قومیت‌ها و ملیت‌ها و تعصب‌های ناسیونالیستی، اینا اون چیزایی است که دارن در بین جوامع مسلمان اونها رو مشتعل میکنن. باید مقابل اینها ایستاد. البته گفتن این حرفا آسانه، عمل کردنش دشواره، لکن راه عمل وجود دارد، راه باز است. عامل اصلی عبارت است از عزم و اراده ما. تصمیم بگیریم. بصیرت و عزم، این دوتا عامل اصلی است. اولا بصیرت داشته باشیم، دشمن رو بشناسیم، دوست رو بشناسیم. امروز در کشورهای اسلامی کشورهایی هستند که مسئولان اون کشورها دچار خطای باصره اند، نمیتوانند دوست رو از دشمن تشخیص بدن. دشمن رو دوست خیال میکنن، دوست رو دشمن خیال میکنن. خب ضربه میخوره انسان. یک چنین کشوری با چنین نگاهی، با چنین بینشی دچار ضربه میشه. بصیرت لازمه. قل انما ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. بصیرت. اگر بصیرت وجود داشته باشد، انسان راه رو درست بشناسد، اون وقت عزم و اراده هم به خرج بدهد و نشان بدهد، راه آسان پیموده خواهد شد. نصرت الهی یعنی همین. ان تنصروا الله ینصرکم. از این واضحتر، از این صریحتر چی میشه گفت؟ ان تنصروا الله ینصرکم
و یثبت اقدامکم. نصرت خدا یعنی همین، راه خدا رو شناختن، پیدا کردن، دنبال اون رفتن، به توطئه دشمن، به تحمیق دشمن، به تحمیل دشمن تن ندادن. قرآن این رو برای ما تأمین میکنه. این اجتماع قرآنی هر ساله ما به حمدالله اجتماع موفقی است. به تدریج قرآن در جامعه ما حیات مجدد خودش رو پیدا کرده است. علاقمندان به قرآن، متمسکین به قرآن، کسانی که با قرآن خود رو مأنوس میکنند، روز به روز به حمدالله در جامعه ما گسترش پیدا میکنه. اینی که ما میبینید اصرار میورزیم بر اینکه قرآن رو حفظ کنید، بر حفظ قرآن، بر تلاوت قرآن، ایراد نکنن که اینا اصل نیست. ما میدونیم اصل نیست، اما اینها وسیله است. بدون این وسایل نمی شود به قرآن نزدیک شد. چطور کسی که با معارف قرآن آشنا نیست، در قرآن تدبر نمیکنه، با قرآن مأنوس نیست، چطور میتوانه در یک جامعه‌ای که میخواد بر اساس قرآن حرکت کنه، چطور میتوانه در اون جامعه راهنمایی بده؟ روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن. جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن. انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، اون وقت از کوزه برون همون ترابط که در اوست. ذهن وقتی غنی شد از معارف قرآنی، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری های کلان نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد داد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم. مسئولین کشور به مسئله قرآن همچنان با جدیت بپردازن، این مسئله رو کوچک نگیرید. شما جوانهای عزیزی که در صراط آموختن قرآن و تلاوت قرآن و انس با قرآن هستید، این راه رو به طور جدی پی بگیرید و دنبال کنید. قرآن آینده رو برای ما روشن میکنه. قرآن راه مستقیم و صراط مستقیم رو برای ما آشکار میکنه، ما رو سعادتمند میکنه. امروز خوشبختانه بله گفتیم دنیای اسلام امروز دچار ضعف‌های زیادی است، اما حرکت به سمت اسلام و قرآن در جوامع اسلامی شروع شده. این بیداری اسلامی که در کشورهای منطقه خودش رو نشون داد، این از بین رفتنی نیست. این بیداری وجود خواهد داشت، خواهد ماند و آثار خودش رو نشان خواهد داد انشاءالله. بیداری اسلامی یک حقیقتی است. این حقیقت انشاءالله خودش رو به طور روزافزونی انشاءالله نشان خواهد داد. البته علما وظیفه مضاعف دارن، روشنفکران وظیفه مضاعف دارن، نویسندگان، دانشجویان، دانشپژوهان، از جمله شما قرا که مورد توجه مردم هستید، وظیفه مضاعف دارید. بایستی بتوانید مردم رو امیدوار کنید به اون راهی که قرآن شما رو به او بشارت میدهد. انشاءالله خداوند متعال شماها رو موفق بداره
و تأییداتش رو شامل حال شما کنه. انشاءالله کشورهای مسلمان، ملتهای مسلمان از قرآن بهره مند بشن. انشاءالله دولتهای مسلمان، حکام مسلمان یه قدری با قرآن در عمل نه فقط در ادعا انشاءالله نزدیک بشن و انشاءالله دنیای اسلام آینده سعادتمند خود رو در سایه قرآن تجربه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.